نخست در خدمت شما هستیم جناب استاد شیخ عبدالفتاح خدمتی. در مورد غدیر و این واقعه مقدمه اگر دارید در خدمت شما هستیم و میشنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بس اینو بگیم که اولا منظور تحقیر و کم جلوه دادن شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب نیست. شما خود آقایون و برادران شیعه آگاهند منزلت و محبت آل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد اهل سنت که تجاوز از 1,600,000,000 افراد در دنیا هستند. این جای شک نیست و اگر یک موضوع مثل غدیر داره بررسی میشه و تاریخ آن تصحیح میشه و اون اشتباهات و اون مغلطه ها و اون غلو و زیاده روی ها درباره علی گفته شده از شبکه های توحیدی مثل شبکه وصال حق، مثل شبکه نور، مثل شبکه توحید، مثل شبکه کلمه که میخوان اینها را تصحیح کنن، این یک ادای وظیفه هست. ایجاد این شبکه ها برای شفافگری و روشنگری است و الا که همون سنگی که شما دارید به سینه بزنیم ما هم همون رو بگیم ادامه بدیم که ما شدیم مقلد شما و همون دروغ هایی که از شبکه های آقایون هست ما هم ادامه بدیم، ما شده ایم همون افرادی که خارج و دور از واقعیت و حقیقت میخوان حرف بزنن. پس بنابراین هدف شفافگری و روشنگری است و اطلاع رسانی به افرادی که تا به حال این اطلاع را نداشتن و حق هم دارن که نداشته باشن، برای که تمام معلومات از گوشه و کنار ایران به خصوص برای برادران و خواهران شیعی محظور و ممنوع بوده. چگونه یک جوان و یک نوجوان یا یک فرد شیعی مذهب در خانه‌ای بزرگ شده، از پدر و مادر او گرفته مدارس ابتدایی و راهنمایی و دانشگاه گرفته، همه این حرفو میزنن، چگونه این معلومات که به اونها تحمیل میشه، به خورد اونها داده میشه، عکس آن از کجا بیاورند؟ از کجا بشنوند که این واقعه دروغ است، این واقعه صحت ندارد، یا این واقعه اگر اتفاق افتاده منظور چیز دیگر بوده است؟ پس بنابراین هدف همون روشنگرایی و شفاف نمایی و واقعی که رخ داده به همون منوال که بوده است باید به آن نگریست. و اما پاسخ حضرت علی جناب استاد انصاری در رابطه با واقعه غدیر که آقایون براشون این روز از عید قربان مهمتر و با ارزشتر و بلکه هر چه دار و ندار شیعه هست در همین روز خلاصه میشه، در حالی که اگر به اصل مطلب ما بنگریم ببینیم که این واقعه با اون دید و اون نگاهی که آقایون دارن بهش کاملا مغایرت دارد و کاملا دور است، ربطی به مسئله امامت و جانشینی نداره. اصل واقعه غدیر بنده قبلا هم عرض کردم در شبکه جهانی کلمه که مورخین و علما به دو دسته تقسیم شدن. دسته میگن اصل این واقعه دروغ است، اصل این واقعه رخ نداده است، غدیری ما نداریم. از جمله شیخ الاسلام ابن تیمیه است، ابن حزم هست، علامه ابن حزم هست و افراد دیگه، و این را میگویند که همین واقعه، این حدیثی که میفرماید من کنت مولا فعلی مولا، در مکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به حالا ابو سعید خدری یا به بریده اسلمی این را گفت و موضوع تمام شد، در منبر اعلام نشد و این موضوع دیگه به غدیر کشیده نشد. ولی ما میگیم که بله این موضوع در غدیر رخ داده است و غدیری بوده است. بارها بنده عرض کردم. بله، حالا از این نکته سوء استفاده هم کردن، کلیپی در این مورد پخش کردن که بله این آقایون میگن که کلا منکر واقع غدیر شدن. خب بالاخره قوله بله ما نقل کردیم یعنی از علما، ولی بنده معتقدم و عرض کردم حتما جناب شیخ عبدالقدوس هم این اعتقاد رو دارن که بله این واقعه رخ داده و غدیری بوده. غدیر بوده یک اتفاق خصوصی بوده یا این که بر حسب تصادف، بر حسب برگشت از مکه به مدینه
این اتفاق رخ داده است. وقتی که به اصل جریان نگاه میکنیم میبینیم که این یک اتفاق تعمدی نیست جناب استاد انصاری. یعنی مسافتی بین مکه و مدینه که حدود 450 کیلومتر فاصله دارد، امکان ندارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم همچون که آقایون ایده و عقیده دارن که مردم رو در گرمایی مثلا 45-50 درجه جمع کرد و این مقوله را فرمود من کنت مولا فعلی و مولا، یا به تعبیر حضرت علی که مگر که این مسئله قابل قبول است که پیامبر این مردم را در این گرما جمع کنه بگه هر کی منو دوست داره علی هم دوست داشته باشه، یعنی میخواد فضیلت علی را بگه با این گرم. اولا باید این اصطلاح را تصحیح کرد. بنده بارها عرض کردم هرگز پیامبر مردم را جمع نکرده. اگر این تصحیح بشه ما جواب بعدیش هم میگیریم. پس چی شده؟ این اتفاق و طبیعت راه بوده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسافت 450 کیلومتری بین مکه و مدینه 10-12 جا اتراق کردن، گیر کردن، پیاده شدن، غذا خوردن، شام خوردن، خوابیدن، نماز خوندن، به وسایل نقلیه‌ای که همان روزها 4 پایان بود علف دادن، آب دادن، استراحت دادن. یکی از اون اتراق‌ها هم حالا اتراق هفتمه یا ششمه یا چندمه در قدیر بوده، در قدیر خم بوده. بدیهی است که اتراق‌ها باز در جایی باشد که آب باشد. قدیر هم از اسمش که پیداست یعنی آب. پس این اتفاق تعمد نبوده ببخشید، بلکه اون واقعیتی که یک مسافر و یک رهگذر در یک مسافت طولانی دارد اون را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و همراهان اتفاق افتاده و حضرت برای این که استراحت کنند و حیوانات را استراحت بدهند و نماز بخوانند و حالا نهار بخورند یا غذا بخورند، ضمناً این فرمایش را به حضرت علی خطاب به بقیه صحابه که همه اهل مدینه بودند فرموده تا اینکه آن سوء ظنی که دیگران قبلا 1 ماه پیش چند روز پیش نسبت به حضرت علی داشتند برطرف شود. حالا این جریان و این شأن فرمایش حضرت رسول من کنت مولا فقط علی مولا چیست؟ این یک بحث علاهده است. پس بنابراین اولین مشکلی که ما داریم حل میکنیم یا شبهه‌ای که ما داریم بهش جواب میدیم اینه که این تجمع عمدی نبوده، بلکه بر حسب اتفاق راه که انسان برمیگرده برای اتراق، برای استراحت بوده. حالا چی شد که رسول الله صلی الله علیه و آله این مقوله را فرمود؟ آیا این مقوله دال بر امامت هست یا نیست؟ این یک بحث علاهده است.